چه مملکتیه که واسه ما درست کردیم؟ چرا کاری کردیم که ما پدر مادر و شرمنده بچه هامون باشیم؟ چرا کاری کردیم که ما نمیتونیم یه دست لباس نو واسه بچه هامون بخریم؟ چرا کاری کردیم که بچه من الان 10 سال تو حسرت یه دوچرخه است؟ من مریضم، گوشی رو با خودم میبرم، توان این که یه گوشی واسه بچم بخرم که درسشو بخونه ندارم. این چه مملکتیه که همه چی داره گرون میشه؟ چرا هیچ کس به داد ما نمیرسه؟ من مادر دیگه کم آوردم، همسرم یه کاری کرده چی رو بخره؟ چی میتونه بخره تو این گرونی؟ چرا هیچ کس این گرونی رو نگه نمیداره؟ دیگه بریدی تو سن 30 ساله که پیر شدی، ما اصلا زندگی نمی کنیم، فقط داریم میگذرونیم. دیگه کم آوردی.